فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی آقای عبدالعزیز از ایران بودن که در مورد این پرسیدن که چندین سوال داشتن که سوال اولشون و تقریبا توضیح هم زیاد دادن در مورد این بود که خب گفته میشه که اگر انسان تقوا داشته باشه کلا یعنی با عبادت ها، چون که من بیاد یک حدیثی افتادم که انسان با تقوا که زیاد انجام بده خب الله یعنی گوشش میشه، دست و پاش میشه. آیا این امکان دارد؟ چون الله مثلا اگر انسان رو به انسان چشم بصیرت بده درست است. و بعد گفتن که راههای رسیدن به کمالات چیه؟ بفرمایید. اینجا ظاهرا برادر ما اشارهشان به استدلال بعضی ها از حدیث است که در صحیح بخاری آمده و امام بخاری رحمه الله ظاهرا او را تصحیح کرده و بعضی از اهل علم بودن که انتقاد بر بعضی الفاظ از این حدیث داشتن، نه بر اصل حدیث. منتها این حدیث در صحیح بخاری هست و در این آمده که بنده ما، حدیث قدسی است که پیامبر اکرم میفرماید که الله تبارک و تعالی گفتن بنده ما بالاتر از فرایض به هیچ اطاعت و هیچ کاری نیکی قرب مرا به قرب ما و به من نزدیکتر شده نمیتواند، یعنی بالاتر از همه ادای فرایض هست. بعد از او ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یعنی بعد از ادای فرایض یعنی پابندی کامل در فرایض پیوسته با نوافل قرب الله تبارک و تعالی را تلاش میکند تا به ای که به مرحله میرسه که اکون سمعه الذی یسمع به، من چشمی او می باشم که با او میبیند و گوشی او که با او میشنود و پای او که با او راه میرود و دستی او که با او لمس میکند. این به همگی واضح است و صریح است که این شخص قبل از اینکه یعنی قبل از این مرحله هم دست داشته هم چشم داشته هم پای داشته و هم گوش داشته، با اینها هم میشنیده و هم میدیده و راه میرفته و میگرفته. پس یقینی هست که معنای این است که الله تبارک و تعالی خود او اعضای بدن شخص معاذ الله اعضای بدن شخص بوده شود و جزئی بدن او شود و این از دایره عقل و دایره یعنی عقلانیت و اسلامیت بیرون است. بنابراین مفهوم واضحی است که یعنی وقتی که این شخص با نوافل آنقدر قرب الله تبارک و تعالی تلاش میکند که دیگر راه و وسوسه، حتی وسوسه و اندکترین حرکت های خلاف شرع و خلاف رضای الله تبارک و تعالی از او سرزد نمیشود. یعنی و در این آیت راهکار رسیدن به این موضوع را بیان کرده در خود این حدیث که یعنی همیشه پابند کامل به فرایض الله تبارک و تعالی می باشد و بعد از او پیوسته با عبادت های نفلی از نماز، روزه، صدقه، خدمت به اقارب و غیره تمام کارهایی که نه تنها نماز که بعضی ها تصور کردن و روزه که خیال بعضی هست، بلکه تمام طاعاتی که در اینجا هست. صله رحم یکی از بزرگترین کارهای نیک هست، خدمت به یتیمان، ضعیفان، بینوایان. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که اگر توان نداشت کسی را در کار خیر همکاری میکنه، کاری داره و با او دستگیری میکنه و همکاری میکنه. این هم چیزی از کار خیر است که برای از ثوابش میرسه. پس حتی برداشتن یک چیزی که باعث اذیت مردم میشه از راه خودش تمام این کارهای خیر است که با اینها او مقامش بالا میرسد که به حدی میرسد که هیچ نوع خیال گناه در ذهن او نمیباشد. پس همیشه که نگاه کرد به چیزی نگاه کرد متوجه از این میشه فرمان الله تبارک و تعالی در این قضیه چی هست. خواست که گوش خدا در کار موظف بسازه، متوجه از این میشود که باید اول حکم شریعت در او میبینه، بعد
عمل بردار می شود. و وقتی که بخواه برای کار قدم بگذاره، اولا حکم شریعت در او میبینه و بعد اقدام میکنه. یعنی هیچ نوع کار مخالف شرع در زندگی خود انجام نمیدهد که به توان و صلاحیت او بوده باشد. و این مرحله است که این انسان یعنی با کمال انجام فرایض و اطاعت و عبادت هایی که انجام داده به این روز با اطاعت به این مرحله رسیده که الله تبارک و تعالی او را از گناه ها طور کلی حفظ میکنه. یعنی چشم هم و این خودش یک نوع رسیدن به کمالاتی که ایشون سوال کرده. بله، که به درجه احسان وقتی که انسان رسید، پیام 3 درجه است: ایمان و اسلام و احسان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که ان تعبد الله کانک تراه، که عبادت الله را به گونه انجام میدهی که یا تو او را میبینی. اگر تو او را دیده نمیتونی، حتما او تو را میبیند. و در اسلام عبادت محصور به انجام فرائض بندگی بین بنده و الله تعالی نیست، بلکه شامل تمامی شؤون اجتماعی می شود که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که خنده تو در روی برادر مسلمانت هم صدقه، بلکه چهره بازی تو در برابر برادر مسلمانت صدقه هست. یعنی این هم یک نوع از عبادت هست، چون کاری را انجام میده که در مورد رضایت الله تبارک و تعالی باشه و بنده های الله تبارک و تعالی در محور رضایت الهی، ذات الهی خوشنود شوند. پس شامل تمام اینها می شود عبادت و تمام زندگی او در مسیر طاعت و عبادت الله تبارک و تعالی انجام می شود. اما یکی تنها خود محصور بسازه به نماز و نمازهای نفلی و روزهای نفلی و دیگر جوانب اجتماعی اسلام کاملا نادیده بگیره، این غلط فهمی است در فهم عبادت در اسلام و فهم درستی طاعت و شریعت اسلامی.